خب سلام، بریم واسه پارت دوم جوجه کشی با دستگاه دستساز اتوماتیک. امروز همینطور که میبینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 روز دهمه و اینکه اگه دقت کنید به اعداد میبینید اون وسط 25 هم هست. من دیروز بود دیاره، دیروز خواب که بودم بیدار شدم دیدم اوه لامپ دستگاه سوخته. معلوم نبود لامپ دستگاه هم کی سوخته بوده. ولی خب چون این در روی این محفظه بود واسه خاطر همین دما رو تو خودش تونسته بود تا حدودی حفظ کنه. واسه همین دیگه سریع متوجه شدم، اومدم تغییرش دادم، عوضش کردم. این که همینطور میبینید دما رو 37 و 3 اوکی، 37 باشه اوکیه. رطوبتمون هم روی 55. بریم انشاءالله یک چند روز دیگه واسه چک تخم مرغ ها میایم چک میکنیم ببینیم کدومشون جوجه داره کدومشون جوجه نداره.